داستان اونجا شروع میشه که یه در واقع پسر دختر، یه زن و شوهر جوان وارد رابطه میشن. قاعدتاً با توجه به نداشتن شاید آموزش‌های درست یا حتی برعکس داشتن تصورات نادرست از رابطه، این رابطه به مشکل برمیخوره. مشکلاتی مثل زود انزالی ها و داستانایی که تو رابطه ممکنه به وجود بیاد و هر کدوم از زوجین از رابطه لذت نبرن، رضایت نداشته باشن. خب فکر میکنن که علت چیه؟ چرا اینجوری شد؟ معمولا اولین چیزی که و ساده ترین و دم دستی ترین چیزی که به ذهنشون میرسه اینه که خب آلت کوچیکه، خانم از این رابطه لذت نمیبره. معمولا اینها یه جستجوی کوچیکی هم توی فضای مجازی میکنن، 4 تا حالا مثلا جدول اندازه آلت اینو در میارن، بعد مقایسه میکنن و بعد به این نتیجه میرسن که بله واقعا کوچیکه و این اندازه آلته که مشکل داره. این در واقع سوء تفاهم، این سوء برداشت شروع یه سری از مشکلات میشه. دستگاه‌ها، داروها، ادعاهای متفرقه که تو این زمینه میشه تقریبا به تمام اینها تم میده. یعنی تمام اینا رو تست میکنه و آزمایش میکنه که من چجوری میتونم آلت بزرگتری داشته باشم.